امروز تو این ویدیو قراره که با چالش دو گزینه‌ای به مدت 24 ساعت زندگی کنیم که توی این چالش کتک خوردم، آقا ناصر رو دیدیم، فلج شدم، خواهرم به رفیق صمیمیش زنگ زد و خب بریم سراغ ادامه. سلام. چطوری، خوبی؟ قربونت. خبر؟ سلام. امروز برنامه چیه؟ ببین دو تا انتخاب داری، تو باید یکی از این دوتا رو انتخاب کنی و انجامشون بدی. بد نباشه. مثلا نمیتونم تو رو یک خودش کدوم؟ بد نباشه. زود وایسا. چیه؟ 20 ثانیه تو چشم یکی زل بزنه هیچی نگو. من که میدونی اصلا از هیچی نمیترسم. برو. خب پس آماده باش بریم انجام بدیم. پیدا نمی‌کنی. برو. میبینیم. ببین از بابا من نمیخوام. چرا باید 20 ثانیه بشین ببینم، بشین. دوست سلام. سلام. جانم رفت نکنم داداش. نفهمیدم داداش چی میگی؟ جونم. چیزی میخوای؟ چی خب؟ کاری داری؟ بگو خب چیه؟ لکنت داری چیه؟ خب بگو بفهمیم. برو دیگه قربونت چیه؟ مشکلی داری؟ نه. اگه حرفی داری بگو خب. برو داداش. تو مشکل داری. برو. برو داداش چیه؟ مشکل داری؟ کار میکنی دیگه برو بابا. برو داداش. برو اینقدر خیره نشو داداش برو دیگه. برو بابا. اونجا که دهن منو سرویس کردی و به من چالش دادی، خب؟ و رفتم جلوی دعوا کردم با طرف. حالا چالش که به تو میدم ببینیم که چی کار میکنی. خب آماده ای؟ آماده. خب یکی از این برگا رو بردار. یک کدوم رندوم. خب بخونش ببین چی. به صمیمی ترین رفیقت زنگ بزن. خب و میدونی باید چیکار کنی؟ باید زنگ بزنی بهش و با بدترین لحنی که میتونی بگی ببین رفاقت ما دیگه تمومه، دیگه مثلا نه تو رو میشناسم نه هیچی، ازت نظر نداشتم که همچین کاری کنی. بعد قطع میکنی. حالا بعدش میتونی زنگ بزنی بگی چالش بده. میدونی بعدی چی بود؟ باید به ماشین بغلی فوش بدی. اینو فکر کنم خیلی راحت تری نه؟ آره اینو راحت‌تر. نمیشه الان عوض کنم؟ نه دیگه همونه. چالش همونه. آماده ای؟ آماده. عجب بابا. چطوری؟ خوبی؟ مهسا میخواستم یه چیزی بهت بگم. خوب گوش کن. از اینکه این همه سال باهات دوستم واقعا از خودم خجالت زدم. اصلا دوست ندارم دیگه یه ذرم این رفاقت رو باهات ادامه بدم، چون نامردی که تو در حقم کردی هیچ کس نکرده. ازت بدم میاد. مثلا که چی الان به یعنی چی؟ ها؟ یعنی اصلا برات مهم نیست من زنگ زدم میگم اصلا نمیخوام دیگه باید رفاقتی داشته باشم؟ دارم گو میخورم. خب آماده ای یا نه؟ جان مادرم من بکش بیرون. تو رو خدا نمیخوام. دوباره دوتاست که باید از بین این دوتا انتخاب کنی، مثل مدلی که من خودت انجام. تو نمیشه یعنی توی یک ویدیویی که دارم میگم یه چیز برای من بخری؟ امیدوارم که نبینی چیه، ولی یکی رو انتخاب کن. گوش کن. اینو که گوش کن. اینو که برداشتی دیدیش و خواستی انجام بدی تا پایان ویدیو باید اون روی صورتت باشه. چیه مگه؟ نباید حذفش کنی. تتویی که من انتخاب میکنم. تتو صورت من بزنم؟ من تتو صورت بزنم؟ آره خب بریم دیگه بریم. ولی ببین انتقامم ازت میگیرم. خب انتقامم ازت میگیرم. سخت. سلام. واسه تتو اژدها. بری اصلا همونو بزنی. قیافه‌مو می‌خوره. کلا مثلا گل. دلفین نمیخوای؟ دلفین پیشونی قشنگه. یعنی پشتش باید خیس کنم بچسبونم رو صورتم. آره تا آخر ویدیو باید رو صورتم باشه؟ آخر ویدیو همین الانم میذاریمش چون اجازه بفرمایید با نه حالا تو صورت خیلی مهم میاد. قبول داری؟ چسبید؟ پنده بزاکیش باید نگه داری. من به تو بچسبونم تو رو به خدا. بیا یه دونه من به تو بچسبونم. آره انتخاب.
انتخاب کن. اصلا فکر کنم چند تا افتادیم پایین. اشکال نداره. نه دارم که عشق کنی. نه رو پیشونیم نه رو اینجا. خوبی میدارم. گل روزو یه آهنگ از حامی میخونه. روز سفید من. روز سفید من. روز سفید من. عالی. اصلا عالی. آره. برو. چی شد؟ زدی؟ شیرمون. شیرت زنش زنگ زده بود حقیقتا. خودمونیم. دور از حقیقت هم زنش زنگ زده بود. گفت که باید بری. نه برو بابا. نه اصلا میدونی دومیش چی بود؟ خب اگه مثلا میدونی دومیش چی بود؟ PS5 بود. یعنی تو برای من باید PS5 میخریدی. اون که ازم کنکله اصلا برات نمیخریدم میافتاد. همینجا وسط ویدیو پیادت میکردم کات میرفتم خونه. خلاصه که اصلا شانس از بچگی شانس نداشتم. الان یعنی من باید اینو انجام بدم؟ همین الان باید انجام بدی. حالا بهت آفر می‌خواستم یه دقیقه بدم گفتم 10 ثانیه. این شکر کننده یادمون افتادم پسره با دوچرخه گاز میده میره. برو از جا گرفتم. برو چشماتو ببند نیمه بازم نداری مستقیم همینو میری. 1 2 کلا ببند. من هوا رو دارم. برو من هوا تو دارم. 3 برو 4 گاز بده. 5 گاز بده. 6 برو 7 برو 8 9 10 این خدا وکیل خیلی چالش آسونی بود دیگه. ببین واقعا چالش آسونی بود. داداش الو آقا باشو. خسته که نیستی؟ من واسه دیگه شهر تو قرآن بازی رو تمام. دیگه. بابا از صبح دهن منو سرویس کردی. از صبح ما داریم ویدیو میگیریم. ما رو سرویس نکردی. بیا ببین آخرین چالشه جدا. با خودت تو خیابون بلند حرف بزن. اون یکی دیگه چیه؟ تو خیابون یه نونو بگیر و گاز بزن و بخور. آره این بهتر بود ولی خب ببین میبرم یه جای شلوغ. اینجا که الحمدلله هیچ خبری نیست. میبرم یه جای شلوغ پر از آدم رفت آمد. باید بابا من نمیخوام. این چه چالش مزخرفه. باید انجام. میترسم برم سمتش. برم؟ نمیدونم. الو کجایی؟ تو غلط کردی نه اینجا. غلط کردی نه. چه لباسی تنمه؟ یه پیراهن مشکی تورتوری، یه شلوار سبز، بعد کفشم هم مشکیه. تو غلط کردی نه یارو. پاشو بیا اینجا. گوشیم هم سبزه. تو غلط کردی نه. نه داداش من آدرس خودمو دادم داداش. نه آدرس خودمو دادم. نه ببین نه آدرس خودمو دادم داداش. دعوادشم گفتم آدرس خودمو دادم. آدرس خودمو دادم داداش. من اصلا با شما کاری نداشتم. آدرس خودمو دادم. من آدرس خودم داداش. من اصلا با تو کاری ندارم. مبینم یه چالش دیگه داری. مبینم یه چالشه. تو رو خدا یه دونه وایسا. اون سس تندو که خوردی دهنت سرویس شد. حالا یه کدومو بگو. بالایی که برداشتم سس تون بود. خب واو 60 ثانیه ازم تعریف کن. زودتون سریع هم اینجا. از چی تعریف کنم؟ از اینکه داداش خیلی خوبی ام. از اینکه بگو دارم میشم. خیلی داداش خوبی هستی. خیلی حالا واقعا دارم میشم. خیلی داداش خوبی هستی. خیلی به فکر منی. آره خب بریم سراغ آخرین چالش که قرار حسابی باهاش حال کنیم. آقا باز تو اومدی؟ ولم کن جان مادره. سیستو خیلی دوست دارم. بابا جان مادرت منو ول کن. آخرین چالشه جدا. صبر کن. تو رو قرآن منو ول کن. صبر کن. یکی از این دوتا رو دوباره انتخاب کن لطفاً. یکی از اون دوتا؟ بله. خدا این آخریشه دیگه. آره تو رو قرآن این آخریشه. خودت انتخاب کردی یا؟ من چرا باید الان مثل فلجا را برم؟ مگه زوال عقل دارم من؟ دیگه برو عزیزم. اینجا هم نه تو این کوچه نه. میری تو راسته اصلی. تو کوچه. یا ابوالفضل خداش ببین اگر بفهمن که تو داری مسخره بازی در میری دوستای پارت میکنه. بگیر قیافه منو. هیچ وقت تو زندگی اون میگه منو بگیره به قرآن کاره میکنه.
نگاش کن یا ابوالفضل. سگ منتظر توه. قلاده سگ نداره. منتظر توه. قلاده نداره. اینو تو خونه هم نگه میده. محل نگهداریش دقیقاً کجا؟ من اصلا سگردی گفتم بپرم بریم جای ما نیست. این چطوری تو خونه من جرئت ندارم باور کنین الان ببین نگاش کنی. سوسیسه رو اونطوری که ما گفتیم ببین ما هنگی بذارشون سوسیسو داره اون تو منو بگیره چی کار میکنه؟ گربه؟ گربه هم دارین؟ گربه حالا یکم رویش لطیفتره خودمونه. گوش کن گربه هم من سگه تا داداش قلاده برای من جرئت نداره بلش کی. آقا اونو تو بکشش اگه بهت آسیبی زد با من دیگه. وای حاجی وای طرف گفت بیا تو پت شاپمون نمیدونم شنیدین یا نه خیلی دوست داشتم برم ولی واقعا تو نداشتم یعنی خودمونیم واقعا نداشتم حاجی سگ واقعا دریده بود یعنی اگه منو میگرفت آقا ناصر آقا ناصر آقا ناصر آقا ناصر چند ماهته سه تا 4 ماهشه زندگی میکنه آقا ناصر 400 کی پستش خورده؟ ایول آقا ناصر پیجش هم داریم ما ببینیم؟ بچه آقا ناصر پیج هم داره اشمون پیج مغازه سالا پیج مغازه؟ خیاره میتونم گربه دیگه دارین نشون بدم؟ غذای گربه فقط اینا چه مدل غذایی به اینا میدین؟ یه مدله یا نه مدل‌های مختلفی داره؟ یه غذا خارجی داره ایرانی داره غذای حمایتی داره سگا غذای مختلف دارن مثلا سگای بزرگ و سگای کوچیک و اینا مثلا سگ نژاد کوچیک خب این دونه بندی غذاشه خب سگ نژاد بزرگ مثلا واسه میشه مثلا همون لیا که دمه در دیدی جرمن از اینا میخوره داره؟ بله ولی سوال دارم من اینا رو به رفیقام بدم چیکارشون میشه؟ چی؟ اگه اینا رو به رفیقام بدم بیمار میمیرن یا زنده میمونن احتمال زنده موندن داره؟ با معرفت میشه با قشنگ بود با معرفت میشه این درسته که مثلا سگا رو اگه زیاد نبری بیرون دورشون ندی ممکن عصبانی بشن تو خونه؟ 100% جدی؟ باق میزنن دچار ناهنجاری میشن تو خونه اه تدی نه دنبال چی میگه؟ تا این قلم رو یک جورایی بهش میده که میره علامت میذاره پاشو میده بالا دستشویی بذار من جلوت باید بیا برو این ور بذار من ببین خیلی خوب شده که تو سالم در اومدی وگرنه می‌خواستی این مدلی باشی بیا دیگه یه ذره دیگه بیا خیلی خوب میری امیدوارم با این ویدیو کلی حال کرده باشید کلی لذت برده باشید لایک کامنت سابسکرایب و زنگوله نوتیفیکیشن بیج و فراموش نشه مرسی که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین امیدوارم که لذت برده باشین لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نشه دم تک تکتون گرم بچه برای حمایتتون واقعا به حمایتتون نیاز دارم لایک این ویدیو فراموش نشه عشق منید تا ویدیو بعدی